سوالی 13 از سوال فیزیکا و مکانیکا. می‌کنیم گرافیک داشته است. گرافیک با حرکت منتظم، مسافه و وقت، مسافه نسبت به وقت داشته است و از ما چی می‌خواهد؟ از انسان 10 ثانیه اول حرکت روحی اصلا زیادتر رو تعیین می‌کند. کدام جسم در 10 ثانیه اول حرکت زیادتر رو تعیین می‌کند؟ این البته سوالی مشکل نیست. شما چیکار می‌کنید؟ 10 ثانیه رو می‌یابید و از گرافیک همین نقطه‌های کوردینات همین جسم‌های 1 2 3 4 رو می‌بینید. کدام از آنها همچون کوردینات بسیارتر است؟ چرا که می‌بینیم جسم 1 300 یعنی 10 ثانیه 300 متر رو تعیین می‌کند و جسم 2 در 10 ثانیه 100 متر رو، جسم 3 50 به فکر یا نزدیکتر و 4 کم از 50 بین 25 یا 30 ممکن. و این فقط از روی کوردینات کار می‌کنیم و جواب ما چی میشود؟ این آ میشود. از روی همین گرافیک با یک سوال دیگر هست. سوالی 22. از اینجا چی میخواد از ما؟ باز همون گرافیک داده شده است با همون جسم ها. به فکرم خطای همون خیلی هستن. مسافه نسبت به وقت، صورتی حرکت جسمی یکم چند است؟ جسمی یکم صورتش چند است؟ باز چی بودن؟ صورت چی بود داشت؟ صورت برابر است به مسافه طی کرده تقسیم وقت. در 10 ثانیه صورت حرکت جسمی یکم چقدر است؟ در 10 ثانیه نه، خیلی در چند ثانیه که 10 اگر رویم آسان‌تر میشد به فکرم، چون که در وقت 10 ثانیه مسافه طی کردن رقمی بوتون است و چی میشه؟ 300 تقسیم 10 و از اینجا 30 متر ثانیه. البته این سوالی آسان‌تر است، لیکن از اینجا مثلا دیگر سوال میپرسید. یک سوال اختراع کنیم، مثلا میگن که 4 جسم داده شده است، صورت کدامی از آنها اصلا زیاد است؟ صورت البته که یکم، صورت یکم بیاید دیگر رنگ رو انتخاب کنم. این بیرون از این سوال اگر میپرسید با همین گرافیک کدام صورت اصلا زیادتر است، بعد کدام صورت میباید؟ صورت اول اصلا زیاد است، بعد صورت دوم میباید، بعد صورت سوم، بعد صورت چهارم. یعنی من وقت و نگاه نکردم. این از چه وابسته است؟ از همین خط. اگر مایل خط، مایل رشد نقلان یا نشابی خط چقدر به خط ورتیکالی، خط ایگریک نزدیک شود، همون قدر سرعت زیادتر است. چقدر که به خط گریزانتری خط شما اگر نزدیکتر شود، همون قدر سرعت شما پستر است. از گرافیک همین چی خلاصه برآورده میشد. از کدام گرافیک؟ اگر گرافیکی مسافه نسبت به وقت داشته باشد. این همین چی در سوال اول دیده بودیم، در اونجا روحی اصلا زیاد طی کرده و این چی هم وابسته است. یعنی در 10 ثانیه اول کدام خط نشابش زیادتر باشد، به ایگریک نزدیکتر باشد، به خط ورتیکالی همون قدر روحی طی کرده زیادتر، یعنی همون قدر سرعتش هم زیادتر است. بعد صورت دوم از اینجا با صورت سوم و صورت چهارم، یعنی بین خود روی طی کرده و همین سرعت و نشابی خط، مایل خط با یکدیگر وابستگی دارند. و از اینجا چی میشه؟ جواب ما بیاین باز اون کدوم برگردیم. میشود